الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 84 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما شرط‌های صحت عبادت که از توحید الوهیت است بیان کرده می شود. برادران و خواهران موحدم، در حلقه های گذشته به شما عمل هایی که از عبادت هست که تنها به الله سبحانه و تعالی باید انجام داده شود بیان گشت و بعد از اون دو رکنی عبادت بیان گشت که هر عبادت خواه عبادت قولی سخنی زبانی باشد، خواه عبادت اعتقادی باشد، خواه عبادت عملی باشد، باید این دو رکن را داشته باشد. عبادت قولی به مانند ذکر، تلاوت قرآن، امر معروف، نهی از منکر، نصیحت و غیره. عبادت قلبی به مانند ایمان، قول قلب، و به مانند محبت، خوف، رجا، رغبه، رهبه، توکل. و عبادت جسمی به مانند نماز، حج و باقی مانده از عبادت ها که باید دو رکن را داشت که ما این دو رکن را در حلقه گذشته بیان کردیم که این الاخلاص والمتابعه هست، متابعه کردن از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. یعنی عبادت شما تنها باید به الله انجام داده شود و موافق سنت باشد. عملی که شما به خاطر عبادت انجام میدهید، همچون عبادت انجام میدهید، اگر با سنت صحیح و صریح ثابت نشده باشد، این عبادت نیست، این بدعت است و باید به خاطر الله باشد. یعنی انسانی که عبادت رو انجام میدهد باید موحد باشد. بارک الله فیکم. و حالا باشد در این حلقه به شما چه خیلی که بیان کردیم 3 شرط صحتی عبادت را بیان میکنیم. یعنی عبادت انسان همان وقت صحیح می شود که بعد از بجا آوردنی این دو رکن، یعنی اخلاص و متابعت، باز 3 شرط را در خودش داشته باشد. اولا بگویم الخوف و الرجاء و المحبه، ترسیدن الله و امید کردن از الله و محبت الله سبحانه و تعالی. این عملهای قلبی است، عملهای قلبی است که انسان باید در همه عبادتش از الله بترسد، ترس از الله داشته باشد. هنگامی که عبادت را انجام میدهد ترس از الله در قلب او وجود داشته باشد، از بزرگی الله، از قهاری الله، از عذاب الله که بر مشرکین و الکافرین و مرتدین برای اونها آماده کرده است، از این ناری جهنم سوزانی که سبحان الله مشرکین و کفار می سوزند، منافقین و گناهگار می سوزند. باید انسان بترسد و این چنین با همراهی ترس رجا داشته باشد، امید داشته باشد، امید به رحمت الله، به رحمان رحیم بودن الله، امید به اون مهربانی های الله که به بنده اش آماده کرده است، امید به جنت الله سبحانه و تعالی. و بعد از این محبت الله، باید محبت به الله داشته باشد، باید الله را دوست بدارد. کسانی را دوست بدارد که الله اونها را دوست می‌دارند. پس این 3 عبادت
الخوف و الرجاء و المحبه. این هر سهش عبادت های مستقل هست که عبادت قلبی هست. بارک الله فیکم. بیایید الان ببینیم که وقتی که انسان این عبادت ها را ترک می کند یا خوب نمی فهمد به چه ضرری گرفتار می شود. اولا الرجاء، امید کردنی الله سبحانه و تعالی، و بارک الله فیکم خوف. وقتی که انسان ترس الله را ترک می کند، یعنی وقتی که انسان نمی ترسد از الله سبحانه و تعالی، وقتی که نمی ترسد، او خودش را در امنیت و در امان حس می کند و از مکر الله خود را امین حساب می کند. و انا همین اعوذ بالله باب از بابهای شرک است و علما در باب شرک می آورند. پس وقتی که خوف عبادت است، کسی یعنی ترس از الله عبادت است، کسی بیاید که هیچ ذره از الله نمی ترسد، عبادت را بالکل ترک کرد، یعنی عبادت خوف را به تمام یک ذره هم انجام نداد، اصلش فرعش هم را ترک کرد، کافر است. خود را در امن از مکر الله می بیند. و یک کسی دیگری آمد رجا را، امید از الله را ترک کرد، ناامید شد. وقتی که رجا نابود شد، به جای رجا چی آمد؟ یعنی امید را وقتی که از الله کند، به جای امید ناامیدی از رحمت الله سبحانه و تعالی می بیاد. یکی اش امن می دهد، خودش را در امان حس می کند، فکر می کند که تمام این نجات یافته است. یکی اش ناامیدی می دهد. اولا امن چیست؟ یعنی امن علما میگن طمأنیه یعنی آرامی، باوری قلب و نترسیدن، این امن است. دوم یأس و ناامیدی، یعنی امید را کندن، ناامید شدن. سبحان الله، یأس و قنوط آمده است. یأس بارک الله فیکم این ناامیدی. قنوط به زبان عربی آمده است، کلمه قنوط هم ناامیدی، لیکن کلمه القنوط تا در آخرش یعنی ناامیدی که سخت‌تر از یأس است. بارک الله فیکم. پس امن و یأس، امن و ناامیدی، این دو کلمه که به هم ضد است. امن و ناامیدی، آدمی که خود را در امن حس میکند، امن از همه چیز، امن از مکر الله حس میکند، خود را از امتحان الله، از سنجش های الله، از عذاب الله، از این همه در امن و امانی حس میکند، خود را نجات یافته 100% حس میکند. سبحان الله، این کفر است. و کسی دیگری 100% ناامید از الله، ناامید از رحمت الله، اعوذ بالله، این هم کفر است. کسی خود را در امن حس کند، کسی خود را در ناامیدی ببیند، هر دوی این عکسی هم است، ضد هم است. پس ببینید که کلمه یأس به چی چیزها تعلق دارد. یعنی ناامیدی تعلق دارد به رحمت الله، یعنی ناامید شدن از رحمت الله، چخیلی که در آیت آمده است از روح الله، امید نکردن به الله سبحانه و تعالی. روح الله یعنی معناش این است که رحمت الله، برکه الله، نجات دادن الله، آسان کردن الله به بنده اش، به همه این انسان ناامیدی کند. یعنی به آسانی از جانب الله امید ندارد، به رحمت از جانب الله امید ندارد، به کشایش
از جانب الله امید ندارد، به آسانی از جانب الله امید ندارد، این کفر است. و این چنین انسان البته که به توحیدش خللی بزرگ دارد. توحید الوهیتش اگر اصلی یعنی امید بالکل نابود بشود، امید از اصلش از ریشه اش به تمام امید نابود شود، این انسان کفر است. اما اصلی امید باشد، اصلی رجا باشد، اما فرعش نباشد، البته گناهکار است. این چنین خوف، اگر اصلی خوف، ریشه خوف نابود شود، انسان کافر میشد. اما اصلی خوف باشد و بعضی از فروعات خوف نباشد، گناهکار میشود. این در مسئله یأس و ناامیدی. امن چیست؟ امن به چی چیز تعلق دارد؟ امن تعلق دارد به مکر الله، یعنی انسان خود را از مکر الله در امن و امان ببیند. انسان خود را از سبحان الله ترس الله در امان ببیند، از سنجش های الله سبحانه و تعالی در امان ببیند. این چنین انسان هم سبحان الله چه خیلی که گفتیم یعنی خوف ندارد. کسی که ناامید است عبادت رجا را ترک کرده است. کسی که 100% خود را در امن می‌بیند این شرط خوف را، عبادت خوف را ترک کرده است. مکر الله، یعنی کلمه مکر الله گفتیم این چی است؟ یعنی ما مکر الله را چگونه فهمیم؟ آیا الله مکر میکند یا نمیکند؟ این مسئله هست. باید بدونید که الله هیچ کسی را خود به خود، یک انسان خوب را مکر نمیکند. مکر الله مقابل مکر است، یعنی هر کسی که نقشه مکر میکشد الله او را مکر میکند. لیکن مکر الله یعنی خود را کسی که در امن میبیند به مکر الله گرفتار میشه. چگونه است؟ علما میگن هو استدراج الله عباده العصات و عقوبتهم من حيث لا يشعرون. یعنی استدراج، زینه به زینه الله بنده گناهگارش را به عقوبت میبرد. یعنی یک بنده به گناه دست زد، الله یک بار او را به جزا گرفتار نمیکند، یک بار به او عقاب را نمیفرستد، عقاب نمیکند، بلکه زینه به زینه او را کمی آزاد میگذارد. گناه میکند، آزاد است، زندگیش خوب است، به گناههای وزمی میرود، الله او را گذاشته است، اما آهسته آهسته الله او را از یک جانب میکشد و جزا میدهد که دیگر خودش نفهمیده میماند. انمین است مکر الله. یعنی انسانی که عادتا خودش را در امن و امان میبیند، گناه را میکند، کارش خوب است، در امن است، هیچ ترس از الله ندارد، اما یک وقت الله او را چنان میکشد که دیگر خودش را جمع کرده نمیتواند. انمین است مکر الله. انسان نباید خودش را در امن ببیند، انسان باید از الله بترسد. پس این دو عبادت بزرگی که ما حالا گفته شدیم، عبادت خوف و عبادت رجا، عبادت ترس و عبادت امید از الله. ما حالا گفته شدیم که وقتی که انسان عبادت خوف را ترک میکند خودش را در امان میبیند، وقتی که عبادت رجا را ترک میکند خودش را در بارک الله فیکم ناامیدی میبیند. و بعد از این عبادت محبت است که یگانه الله را باید دوست بدارد، دوست داشته های الله را باید دوست بدارد و هر کسی را که دوست می‌دارد باید به خاطر الله دوست بدارد. المحبت لله فی الله. اما یک چیزی را دوست بدارد به مانند دوست داشتن الله، مثل الله چیزی دیگر را دوست بدارد، این شرک است. یعنی در دوستداری هم قاعده و ضوابط خودش است. اما حالا ما به شما مسئله خوف و رجا را باید بیان کنیم که خوف و رجا چقدر مسئله مهم است و البته محبت را بعد از این بیان میکنیم. دلیل به این یعنی ناامیدی، بد بودنی، ناامید شدن از رحمت الله، از روح الله، دلیل ها زیاد است. الله در سوره یوسف وقتی 87 میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. همانا که ناامید نمیشند از روح الله مگرم قومی کافرها. یعنی همان کسانی از روح الله ناامید میشن که کافر هستند. یعنی کسی که 100% از الله ناامید میشود این کافر است، کافر میشود. چه خیلی که بیان کردیم، یعنی کسی که عبادت رجا، امید رو، رجا رو 100% ترک میکند، اصلش ریشه اش رو ترک میکند، کافر میشود.
روح رو ما به شما بیان کردیم که روح الله یعنی رحمت الله، آسان کردن الله به بنده اش، کشایش از بلاها و دم دادن بنده از مصیبت ها، این روح الله گفته می شود. در سوره حجر آیه 56 الله میگه قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. و بگو قال گفت ومن يقنط، و هر کسی که، یعنی در اینجا الله میگه ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، و کیست ناامید می شود از رحمت ربش بجز گمراهان، یعنی تنها گمراه شدگان از رحمت الله ناامید می شوند. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی در سوره زمر آیه 53 میگوید قل یا عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بگو ای بندگانی که به نفسهایتان اسراف کرده اید، از رحمت الله ناامید نشوید. این دلیل ها بود برای ناامید نشدن و برای اینکه ناامیدی این کفر است و این گناه بزرگ است. اما حالا دلیل را به امن ذکر میکنیم، یعنی انسان خودش را در امن از مکر الله حس کند. البته این گناه است، چلی که در سوره نحل آیه 45 الله سبحانه و تعالی میگوید افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. آیا خودشان را در امان حس کردند آنها که مکر السیئات، یعنی کسایی که خودشان را در امان حس کردند به گناه ها دست دادند، خودشان را آیا در امان حس کردند؟ بعد از این الله عقوبت را به اونها ذکر میکند، اینکه به اونها خصف بیاد از جانب الله، که یعنی خصف زمین اونها را در بکشد و عذاب از یک طرف بیاید که حس نکنند. یعنی معنای آیت همین است که هر کسی که خودش را در امن از مکر الله حس میکند و به سیئات دست میزند و هیچ ترسی در اون وجود ندارد، از الله نمیترسد، بداند که الله به او جزا میدهد. عقوبت رو در اینجا ذکر میکند، یعنی زمین رو یعنی امر میکند که بکشد، خسفش بکند، و یا که عذاب دیگری از یک طرف بیاید که خود انسانی که از الله نمیترسید حس کرده نتواند. در آیت سوره اعراف 99 میگه که افامنوا مکر الله، آیا از مکر الله خود را در امن و امان حس کردند؟ آیا از مکر الله امین شدند؟ فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. از مکر الله خود را امین حس نمی کند، خود را امین حساب نمی کند مگرم قوم زیان کشیده. یعنی همان کس خودش را در امن می بیند، همان کس از الله نمی ترسد که زیانکار باشد. البته این چنین انسان زیانی بد می کشد. الله در سوره یوسف آیه 107 میگه افامنوا ان تأتیهم غاشیة من عذاب الله. پس بارک الله فیکم در آیات های دیگر الله سبحانه و تعالی بین امن و بین ناامیدی جمع کرده است. در سوره یونس آیه 7 و 8 الله میگه ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. آنهایی که امید به لقاء و دیدار ما ندارند و به همین حیات دنیا راضی شده اند و خود را در امن و امانی دیده اند، و اطمئنوا بها، در امن و امانی در آرامی در این حیات دنیا دیدند و از آیات های ما غافل ماندند. آنها کسانی هستند که بازگشتشان مأوایشان این نار است به سبب اون عمل هایی که انجام میدادند. البته الجزاء من جنس العمل، جزایی که الله به بنده اش میدهد
وابسته به جنس عملی او هست. در حتی حدیث مرفوع آمده است خیلی که بزار و ابن ابی حاتم در تفسیر ذکر میکند و این روایت از ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است و مرفوع هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگند الکبائر، یعنی از همه گناهان بزرگ، الشرک بالله، شرک به الله آوردن است. خواه شرک اکبر است یا اصغر است فرق ندارد، این گناه بزرگترین است. والیأس من روح الله، و ناامید شدن از روح الله است، از رحمت الله، از فرج الله. والامن من مکر الله، و خود را در امن و امانی حس کردن از مکر الله است، یعنی ترک کردن عبادت رجا و ترک کردن عبادت خوف است. و همچنین اثر دیگری از عبدالله بن مسعود آمده است خیلی که عبدالرزاق در مصنفشون ذکر میکنند که والقنوت من رحمت الله، قنوت یعنی ناامیدی از رحمت الله سبحانه و تعالی. پس عبادت گفتیم الرجا این شرط تمام عبادت است. خود الرجا این عبادت است، لیکن همین الرجا در تمام عبادت ها باید وجود داشته باشد. هنگام عبادت کردن باید شما رجا داشته باشید، رجا. اما ضد رجا چیست؟ ضد رجا القنوت والیأس. خیلی که گفتیم رجا عبادت است، ضد این قنوت ناامیدی، یأس، امید نکردن به رحمت الله است. مقابل رجا ناامیدی، یأس، میؤوس شدن از رحمت الله سبحانه و تعالی. پس بدانید زمانی که به شما بیان گشت که رجا به الله، امید کردن به الله این عبادت است و این عبادت واجب است که باید انسان انجام بدهد، کسی که ترک میکند گناهگار است. ضد این عبادت گفتیم ناامیدی، یأس، از رحمت الله ناامید شدن، این حرام است که انسان نباید انجام بدهد. انسان نباید ناامید باشد. و در بعض حالت ها انمین یأس و ناامیدی خیلی که گفتیم کفر است. اگر انسان وقتی که رجا را، امید را از الله بالکل میکند و 100% از الله ناامید میشود، این کفر اکبر است. پس جایز نیست ناامید شدن از رحمت الله. از رحمت الله ناامید شدن جایز نیست. اما خوف، این ترس، خوف هم عبادت است. ترس از الله. ضد ترس چیست؟ امن است. مقابل خوف امن میستد. خیلی که گفتیم اگر خوف از عبادت الله باشد که انجام دادنش به وجود آوردنش این واجب است، ترسیدن از الله این واجب است، یعنی فرض عین است. و هر کسی که این عبادت را ترک میکند گناهگار میشود، حتی به کفر میرود. پس بدانید که ضد خوف، ضد این عبادت، این امن، در امن و امان حس کردن انسان خودش را از مکر الله. ضد خوف این امن است از مکر الله، که البته این حرام است. انسان نباید خودش را در امن و امان حس کند. از مکر الله انسان نباید خودش را در امن داند. و در بعضی حالت ها خیلی که گفتیم وقتی که انسان ترک را بالکل کلی ترک میکند و 100% خودش را در امن حس میکند، به کفر اکبر میرسد. از همین جهت برادران و خواهران عزیزم، انسان نباید خودش را از مکر الله، از عقاب الله سبحانه و تعالی در امن حس کند. ما در امن نیستیم. ما همیشه باید خود را حساب بکنیم و همیشه از الله باید بترسیم. انسان وقتی که وفات کرد، وقتی که به جنت داخل شد، بعد از این به امن میرسد. اما تا وقتی که به جنت نروید شما در امتحان و اختبار وجود دارید. خصوصا در این دنیا شما در حالت سنجش، امتحان و اختبار قرار دارید. اما آیا رجا و خوف ضد هم هستند؟ نه. رجا و خوف به همدیگری هیچ ضدیت
و تناقضی ندارد. مقابل رجا این ناامیدی است، مقابل خوف امن است. امن و ناامیدی، امن و یأس ضد هم است. چرا که خود را کسی که در امن حس میکند امید دارد، امیدش غلبه کرده است. کسی که خود را در یأس میبیند امن ندارد. اما ضد کلمه رجا، ضد کلمه خوف به هم دیگر ضدیت دارد، اما خود کلمه رجا و خوف به هم دیگر هیچ ضدیتی و تعارضی ندارد. خوف و رجا در یک جا جمع شدنش ممکن است. از همین جهت بنده مؤمن وقتی که عبادت را انجام میدهد هم از الله باید بترسد و هم باید به الله امید داشته باشد. چه که مقدسی در منهج القاصدین میگند الخوف لیس ضد الرجا، الخوف لیس ضد الرجا، الخوف لیس ضد الرجاء بل رفیق له. خوف ضد رجا نیست، یعنی خوف ضد عبادت الرجا نیست، بلکه رفیقش است، یعنی هر دوش پهلوی هم باید بیاد. بارک الله فیکم. این دو شرط صحت عبادت است که انسان باید انجام بدهد. اما بدانید غلو کردن در عبادت الرجاء سبب می شود که انسان خود را در امن از مکر الله ببیند. یعنی وقتی که بنده غلو می کند در همین عبادت امید بستن، یعنی سبحان الله این الرجاء یک عبادتی هست که انسان نباید افراط و نباید تفرید کند. افراط کردن این غلو کردن است. نباید امید را اینچنین به الله کنید که غلو کنید و تمامی عمل را ترک کنید و خود را در امن و امانتی در امن و امان در یعنی این دنیا از مکر الله ببینید. و نباید تفرید بکنید، یعنی نباید الرجا را عبادت الرجا را ترک بکنید و بعد از این ناامید و مایوس شوید. باید این عبادت الرجا وسط در جای خودش بیستد. پس زمانی که بنده در این عبادت الرجا غلو میکند، سبحان الله، و به همین سبب امیدش، یعنی الرجا امید بستنش به الله غلو میکند و به همین سبب در گناه باقی میماند و گناه را پی در پی انجام میده. چرا که امید دارد، چرا که امید غلو کرده است در امید کردن به الله، به رحمت الله، به بزرگی رحمت الله امیدش زیاد شده است، غلو کرده و بعد از این به گناه دست داده و گناه را پی هم کردن میگیرد و عمل صالح را ترک میکند و به حرام دست میزند و شاید به درجه رود که خود را در امن از مکر الله ببیند و به عذاب الله سبحانه و تعالی گرفتار شود. این چنین غلو کردن در خوف، انسان وقتی که در خوف غلو میکند، سخت در ترسیدن غلو میکند، ناامید از رحمت الله میشد. یعنی غلو کردن در ترس ناامید از رحمت الله میشد. وقتی که شما از الله اینقدر سخت بترسید و غلو کنید در عبادت ترس، میبینید که ناامید میشوید. جانبی خوف اینقدر زیاد میشود که ناامید از رحمت الله میشوید، ناامید از جنت الله میشوید، ناامید از سبحان الله آسانی الله میشوید. از همین جهت جایز نیست غلو کردن در یگان عبادت، جایز نیست. علما میگند زمانی که بنده در جانب خوف، در عبادت خوف هم غلو میکند، بعد از این امیدش نابود میشود. سبحان الله، امیدش نابود میشود و ناامید میشود و از الله هیچ چیزی را امید نمیکند. نه جنت را امید میکند، نه رحمت را امید میکند و به سبب این که در خوف غلو کرده است، به یأس و ناامیدی واقع می شود و به همین سبب ناامید از رحمت الله می شود، ناامید از کرم و فضل الله می شود.
پس از همین جهت نباید غلو کنید. انسان نباید عبادت الرجا را ترک کند و نباید خوف را ترک کند و اینچنین نباید غلو کند. سبحان الله. پس ببینید کسی که یعنی ناامید شده است عبادت الرجا را ترک کرده است. الله را به همین عبادت الرجا عبادت نکرده است. این عبادت را ترک کرده است. از همین جهت ناامید شده است. هیچ وقت ناامید نباشید. کسی که خود را در امان از مکر الله دیده است دانید که عبادت خوف را ترک کرده است. کسی که خود را در امن و امانیت در یعنی از مکر الله می‌بیند عبادت خوف را ترک کرده است. وی الله را با ترسیدن عبادت نکرده است. پس عبادت ما وقتی که عبادت میکنیم عبادت ما هم الرجا داشته باشد هم خوف داشته باشد. چرا که وقتی که ما عبادت میکنیم ناامید از الله هستیم عبادت ما با الرجا با امید به پایان نرسیده است. وقتی که ما عبادت میکنیم و خود را در امن حس میکنیم 100% در امن حس میکنیم پس عبادت ما خوف ندارد. همان وقت عبادت ما صحیح میشود که رجا و خوف داشته باشد. اخلاص متابعت و بعد از این الرجا و الخوف و المحبه داشته باشد. سبحان الله. این است مسائل بینات بزرگ. بدانید که امن از مکر الله، ناامید شدن از رحمت الله، یأس و ناامیدی از روح الله، از فرج آسانی الله، این همه عملها ضد توحید است، نابود کننده توحید است. انسان نباید خودش را 100% در امن از مکر الله بداند و هیچ وقت 100% یعنی بگوییم که ناامید از الله 1% هم ناامید از الله نشود. 1% هم خودش را در امن از مکر الله نبیند. چرا که این عمل سبحان الله نابود کننده توحید است. و این عملها یعنی زینه های خود را دارد. بعضی از زینه هاش اصل توحید را نابود میکند. انسان را به کفر و شرک اکبر واقع میکند. و در بعض حالت ها زینه دیگرش مثلا در امن از مکر الله حس کردن یا که ناامید شدن از رحمت الله اگر کم کمی به وجود آید کمال توحید را نقص کمبودی ایجاد میکند. به کمال توحید کمبودی ایجاد میکند. انسان را از کمال توحید دور میکند و به شرک اصغر و به گناه انسان را واقع میکند. یعنی کمترین حالتش انسان به شرک اکبر نیو به شرک اصغر واقع میشد، به گناه واقع میشد. توحیدش کمالاتش از بین میرود. این کمترین حالت ناامیدی، کمترین حالتی در امن از مکر الله حس کردن است. اما بالاش چه فهمید به شرک اکبر و کفر اکبر واقع میکرد. پس بدانید که کسی که خودش را آمین از مکر الله میداند یا ناامید میشود در یعنی دور میزند در گرد کفر و در گرد گناه. یا اصل توحیدش نابود میشد یا کمال توحیدش نابود میشد. این بین نهایت گناهانی وزنین است. یعنی ناامید شدن از رحمت الله، ترک کردن الرجا، امید بستن به الله، این کفر است، این ضلالت است. این متعلق به امور دین و اینچنین به امور دنیا است، متعلق به توحید است. سبحان الله. پس باید از این مسائل شما با خبر باشید. پس این چنین خوف این عبادت الله است که انسان باید خوف را تنها به الله انجام بدهد. البته خوف طبیعی هست که انسان طبیعتا از بعضی چیزا میترسد، اما خوف عبادتی که درجه بالا دارد یگانه از الله ترسیده میشد و یگانه به سبب ترس به الله اطاعت کرده میشد. هر کسی که مطلقاً خوف از الله ندارد، اصل خوف جنس خوف را ندارد، یعنی اینکه
از الله ذره نمی ترسد، بالکل نمی ترسد، از عقاب الله ترسی ندارد، مطلقاً از عقاب و عذاب الله ترسی ندارد، این کافر است. والعیاذ بالله، این انسان کافر است. و البته این بخلاف این است که یعنی کسی اصل خوف رو دارد و اما کمبودی در خوف، در ترس دارد. یعنی بعضی انسان ها هستند که بالکل خوف ندارند، اینها کافرند. بعضی انسان ها هست که اصل خوف رو دارند اما بعضی از در جزئیات خوف، در خوف کمبودی دارند که البته این انسان ها مسلمان هستند اما در سبحان الله یک حالتی خطرناک دارند زندگی میکنند، خطری رفتن ایمان. پس این چنین الرجاء عبادت است که یگانه به الله باید انجام داده شد. الرجاء امید بستن به رحمت الله، امید بستن به آسانی که از جانب الله می آید. هر کسی که 100% مطلقاً الرجاء این عبادت را ندارد، اصل این عبادت، جنس این عبادت را ندارد، یعنی اینکه امید به الله، ذره امید به الله ندارد، به سوی الله رغبت ندارد و یگان طمعی به ثواب الله، مطلقاً یک طمعی به ثواب الله ندارد، این کافر است والعیاذ بالله. اما کسی که اصلی امید را داشته باشد اما امیدش ضعیف باشد، البته این مسلمان است، چه خیلی که گفتیم در خطری بزرگ است و گناهگار است و به عقوبت الله گرفتار میشد. پس به من و شما ای بندگان الله واجب است که خوف و رجا را بین همدیگر جمع بکنیم. هنگامی که الله را عبادت میکنیم هم از الله بترسیم و هم به الله امید کنیم، همان وقت عبادت ما صحیح میشد. اما صوفی ها و گمراهان میگویند که ما نه ترس از دوزخ داریم نه امید بر جنت داریم، فقط دیدار میخوایم. یعنی صوفی ها این کار میکنند. عبادت صوفی ها نه از ترس است، یعنی عبادت ترس رو هم ندارد صوفی ها، نه عبادت الرجا دارد، بلکه فقط محبت دارد. از همین جهت عبادت این چنین انسان ها باطل است و این چنین انسان ها به شرک و به کفر واقع شده است. صوفی ها از این جهت که عبادت خوف را بالکل انکار میکند و عبادت الرجا را بالکل انکار میکند، فقط ذوق و شوق دارد و فقط محبت را اثبات میکند، از همین جهت هم اینها به شرک و به کفر واقع شده است. پس برای یک مؤمن و یک موحد ضرور است و واجب است که بین عبادت خوف و عبادت الرجا جمع بکند و غلو در قسم از این قسمان نکند، نه در خوف غلو بکند نه در الرجا، نه افراط نه تفرید، و هر دوی این را 50-50 دارد. و البته الله سبحانه و تعالی امر کرده است به جمع کردن بین خوف و بین رجا و ثنا خوانده است در حق کسانی که بین این دو عبادت را جمع کردند. مثلا الله سبحانه و تعالی در سوره اسراء آیه 57 میگه و یرجون رحمته و یخافون عذابه. مؤمنان همون کسانی هستند که رحمت الله را امید دارند، به رحمت الله امید میبندند و از عذاب الله میترسند. یرجون الرجاء و یخافون الخوف. ببینید دو عبادت را مؤمن هر دو عبادت را جمع میکند، یکیش را نه، هر دوش باید داشته باشد. و یدعون رغبا و رهبا، سوره انبیاء 92. یعنی ما را دعا میکنند، عبادت میکنند، رغبا امید دارند، رغبت دارند، و رهبا و ترسیده عبادت میکنند. عبادتشون هم الرجا دارد، امید دارد، در حالت عبادت کردن امید به رحمت الله میکنند و ترس از عذاب الله میکنند. و در سوره زمر آیه 9 الله میگه یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، از آخرت عذابش میترسد و از رحمت ربش امید دارد. و در آیه دیگر سوره اعراف آیه 56 میگه ودعوه خوفا و طمعا، الله را عبادت کنید در حالتی که از امید ترسید و امید دارید. طمع کردن، امید بستن. از همین جهت از غیر الله به کسی نباید انسان طمع کند. یدعون ربهم خوفا و طمعا، سوره سجده آیه 16 الله را عبادت میکنند، موحدین ربشان را عبادت میکنند در حالتی که ترس از ربشان دارند و امید به الله دارند. امام احمد رحمه الله میگویند ينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا
فأيهما غلب هلك صاحبه. برای مؤمن ضرور است که خوفش و رجاعش هر دوش یک چیز باشد، یعنی برابر باشد. اگر یکی از این دو عبادت، خوف یا رجاع، از دیگرش غلبه کرد، در یکی از این عبادت انسان وقتی که غلو کرد و غلبه کرد صاحبش هلاک میشد. جانب خوف غلبه کرد انسان هلاک میشد، جانب الرجاء غلبه کرد انسان چی میشد؟ هلاک میشد. جانب خوف غلبه کرد انسان ناامید میشد، جانب الرجاء غلبه کرد انسان خودش را در امن میبیند. خیلی که این در کتاب الاداب لابن مفلح ذکر شده است. ابن تیمیه رحمه الله ذکر میکنند، خیلی که در کتاب مجموعه الفتاوی مجله 7 صفحه 21 ذکر شده است. الخشیه متضمنه للرجاء. خشیه ترسیدن از الله این در برگیرنده امید است. خشیه یعنی ترسیدن از الله در حالتی که عبادت را انجام. ولولا ذلك لكانت قنوطا كما ان الرجاء يستلزم الخوف. این چنین چگونه که الرجاء امید لازم شمرد که خوف در درونش باشد. پس بارك الله فيك امام طحاوی در کتاب العقیده الطحاویه ذکر میکنه والامن والیأس ينقلان عن المله الاسلام. یعنی وقتی که انسان خودش را 100% در امن و امانی میبیند از مکر الله و ناامید میشود از رحمت الله، داند که هر دوی این عمل انسان را از ملت اسلام بیرون میکند، به بیرون میاندازد. بارك الله فيكم و حياكم الله بیاکم. پس این بود شرط های صحت عبادت. پس عبادت وقتی که انجام میدهیم باید اخلاص داشته باشیم، عبادت ما موافق سنت باشد، خوف از الله داشته باشیم و رجاء از الله داشته باشیم و این چنین بارك الله فيكم محبت الله را داشته باشیم. حياكم الله و بیاکم.